اگه توی فضایی فعالیت میکنید که همیشه در حال تغییره، باید بدونید که برنامه‌ریزی بلند مدت و کنترل دقیق کافی نیست براتون. فصل سوم این کتاب به ما یاد میده که توی چنین محیط‌هایی باید سریع و همیشه آماده تغییر باشیم. رویکرد انطباقی مخصوص محیط‌های پیچیده، غیرقابل پیش‌بینی و تغییرپذیر طراحی شده. محیط‌هایی که تغییرات ناگهانی و غیر خطی در بازار و یا فناوریشون ایجاد میشه و یا رقبای خیلی سرسخت و رقابت خیلی شدیدی بین فعالان بازار هست. و در نهایت فضایی که امکان پیش‌بینی برای تصمیم گیری هایی که امروز انجام میدن ندارند، باید این چند اصل کلیدی رو حتما رعایت بکنن. شماره اول، یادگیری سریع و مداوم داشته باشن. با استفاده از سیستم های بازخورد سریع نتایج اقداماتشون رو بررسی بکنن و اگر لازمه تغییرات کوچیکی توی استراتژیشون ایجاد کنن. این کار باعث میشه که سازمان اشتباهات گذشته رو تکرار نکنه و با شرایط جدید خودش رو بتونه وفق بده. شماره دوم، انعطاف پذیری و تصمیم گیری لحظه‌ای داشته باشن. برخلاف رویکرد کلاسیک که بر پایه برنامه‌ریزی بلند مدت بود، این رویکرد بر اساس تصمیم گیری های لحظه‌ای و تغییر جهت های هوشمندانه است. این انعطاف پذیری به سازمان اجازه میده که بتونه از فرصت های جدید بازار استفاده بکنه و تهدیدهای غیر منتظره رو مدیریت بکنه. و در نهایت باید تجربه‌گر و اهل آزمون و خطا باشن. شرکت ها باید فرهنگ آزمایش و ارزیابی مداوم رو داشته باشن. شکست جزئی به معنای شکست نهایی نیست، بلکه فرصتیه برای یادگیری. این رویکرد باعث میشه که مسیرهای استراتژیک بهتر و سریعتر شناسایی بشن و سازمان بتونه منابع خودش رو بهینه و در راستای رسیدن به اهدافش هزینه بکنه. و در نهایت پیام اصلی فصل سوم، اگر محیطت پیچیده و غیر قابل پیش بینیه، سریع باش، یاد بگیر و همیشه در حال تغییر باش.